ارائه بدم. من هنگام یه مقدار ادبیه ولی چی میخواید آواز یا متن؟ چیز متن ادبی؟ استعداد هنری هم ندارم. میخواید بگید یا بخونید؟ گفتنیه. خیلی برای دختر من رکسانا جالبه این حرفی که میزنیم. سودا جون میخوان متنشون رو بگم. خب سیما جون پرسیدیم که چگونه است این آن اگر یک شخص بدین گونه خود رو حس نکنه، گفتند و میگویند و خواهند گفت اگر بدین گونه خود رو حس نکنه چرخشش یک چرخش کاملا سوری خواهد بود. و من این رو از عزیزان میخوام با گوش جان با هم همراهی بکنیم. یا اجازه بدید با شما ببینم یا اجازه بدید که شما با من ببینید، یعنی با هم ببینید. میزو میخوایم بذاریم کنار نه مریدم نه مرادم نه سلامم نه علیکم نه سپیدم نه سیاهم. نه مریدم نه مرادم نه سلامم نه علیکم نه سپیدم نه سیاهم. نه چنینم که تو گویی نه چنانم که تو خوانی. نه آنگونه که گفتند و شنیدی، نه سماعم نه زمینم نه به زنجیر کسی بسته و برده دینم. نه سرابم نه برای دل تنهایی تو جام شرابم. نه گرفتار و اسیرم نه حقیرم نه فرستاده پیرم. نه بحر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم. نه جهنم نه بهشتم چنین است سرشتم. این سخن رو از امروز نگفتم ننوشتم، بلکه از صبح ازل با قلم نور نوشتند. حقیقت نه به رنگ است و نه بو، نه به های است و نه هو، نه به این است و نه او، نه به جام است و سبو. گر به این نقطه رسیدی به تو سربسته و در پرده بگویم تا کسی نشنود این راز گوهربار جهان را. آنچه گفتند و سرودند، آنچه گفتند و شنیدی، تو آنی، خود تو جان جهانی. گر نهانی یا عیانی، تو همانی که همه عمر به دنبال خودت نعره زنانی. تو ندانی که خود آن نقطه عشقی، تو اسرار نهانی. همه جا تو، نه یک جای نه یک پای، همه ای با همه ای، همه ای. تو سکوتی، تو خود باغ بهشتی، تو به خود آمده از فلسفه چون و چرایی. تو به خود آمده از فلسفه چون و چرایی. به تو سوگند که این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی. در همه افلاک بزرگی، نه که جزئی، نه چون آب در اندام سبویی. خود اویی. به خود آی تا به در خانه متروکه هر کس ننشینی و به جز روشنی شعشعه پرتو حسنت هیچ نبینی و گل وصل بچینی. خود عالی عالی بوی عشق می آید. عالی بوی عشق می آید از کوچه پس کوچه های باغ‌های عرفان الهی گرفته تا پس کوچه های حجاز و نینوا و قونیه و بغداد و نیشابور و پیشاور و هند و چین و تا هر کجا نسیم عشقی وزیده شد. هر کجا نسیم عشقی وزیده شد، مشام جان را زنده و زنده رود. بیایید با هم عشق بنا کنیم و سوار بر قایق عشق که خورشید و ماه و ستارگان چراغمان باشد و نسیم شمال راهنمایمان در پی دلدار. گویند ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش. آخر به از این چیز درایت که ز حسن عمل ما به نهایت همه راست رضایت. چه خداوند و چه مخلوق خداوند به گیتی همه باشند ز ما راضی و خرسند. و به توفیق الهی بتوانیم در این دار فنا زندگی سالم و بی دغدغه‌ای داشته باشیم و در آن دار بقا نیز کند قسمت ما نعمت فردوس بر این رو.
میگویند زمانی که سما میکنی دست راست فیوزات رو میگیره و دست چپ فیوزات رو برمیگردونه. تو نمیتونی چیز رو برای خودت نگه داری. مولویه‌های قونیه میگن که این حرکت به تعبیری شمشیر ذوالفقار مولاست. چرا از سمت چپ؟ چرا قلب سمت چپه؟ بهانه است؟ میگن موزیک باشه، امبیانس باشه تا در تو حالی ایجاد بشه. چه شوقی، چه صدای زیبایی، بالاتر از صدای بودن و صدای او. عکس رخ یار رو در کجا دیدی؟ عکس رخ یار رو در کجا دیدی؟ الهی شکر آمین. یاهو